فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادر عزیزی از گمیشان اگر درست تلفظ بکنم گفتن که ایشون حنفی هستن. سوالشون اینه که شما ادعا میکنید که نمیشه به انسان مؤمن متوسل شد و او رو واسطه قرار داد. گفته من به شدت با شما مخالفم و توسل رو قبول دارم. برادر حنفی مذهب شما از گمیشان یا گمیشان. من خب تمام مسلمانان توسل رو قبول دارند. من این به خاطر ندارم و تا حالا ندیدم جایی که یک مسلمانی توسل رو قبول نداشته باشه. توسل حتی اونایی که اسم وهابی براشون گذاشتن، اونایی که به اصطلاح اسم وهابی رو بر اونها گذاشتن توسل رو قبول دارن. اما در مورد توسل چی هست؟ توسل با خواست من نیست، اراده من نیست و با تشخیص من نیست. توسل یک حکم شرعی هست و ثواب داره، یک عبادتی هست و یک دستور شرعی هست. در همون مواردی که الله متعال دستور داده که شما توسل بکنید در اون موارد توسل بکنید. من مثلا میتونم به این لیوان آب توسل بکنم؟ خب نیومده. هیچ انسان عاقل اینو قبول نداره، نه شیعه نه سنی و هیچ مذهبی اینو قبول ندارن، زیرا که این هیچ گونه برکتی رو نداره و هیچ گونه مورد شرعی رو نداره و یک عبادتی هست که مثلا از من درآوردی هست، کسی به سابقه در این زمینه نیست. و مواردی که میشود از اونها در واقع توسل جست ایمان هست، انسان با ایمان خودش توسل بجوید، یا اعمال خیر و نیکی که انسان انجام میدهد میتوند به این اعمال توسل بجوید، مانند حدیث معروف سه نفری که در گیر کرده بودند. این مهمترین دلیل توسل به عبادات است. یا اینکه انسان گاه وقتی توسل میکند اون گونه که در این روایت اومده به عدم گناه، این هم یک نوع اطاعت هست. انجام ندادن گناه هم یک در واقع امری هست که میشود به انسان به الله متعال توسل بکنند. اون گونه که در این حدیث اومده که یک فردی از اون سه نفر که در واقع گرفتار شده بودند گفت که پروردگارا من دختر عمویی رو داشتم، میخواستم که با اون عمل زشتی رو انجام بدهم و نهایتاً به خاطر ترس از تو من این عمل رو انجام ندادم. ای خدا تو میدونی که من این کار رو به خاطر خوف و ترس از تو انجام ندادم، پس بنابراین من توسل میکنم به این عمل خودمون. انسان میتونه که توسل بکنه به کار خیری که انجام داده و میتونه توسل بکنه به کار بدی که انجام نداده و پرهیزکاری کرده، و توسل بکنه به ایمانی که به الله متعال داره، توسل بکنه به نامه ها و صفات الله متعال. اینا تمام توسل جایز هستن. توسل مثلا به دعای یک انسان زنده میراد پیش یک فردی، مثلا از اون طلب دعا میکند و توسل میکند به دعای اون فرد زنده، هیچ اشکالی نداره. تمام مسلمانان اهل سنت و الجماعت این موارد را قبول دارن. یعنی مثل بینندگانی که از شما التماس دعا دارن میتونه بره اصلا مثلا پیش یک انسان مؤمنی، پیش یک امام مسجدی، شیخی، حافظ قرآنی که به تقوا و پرهیزگاریش یقین داره یا ظاهرش اینو میرسونه، بره بگه که تو برای من دعا بکن که خداوند مشکلات من را آسان بکنه. این مورد در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله یعنی اتفاق افتاده. شخص اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و آله بهش دعایی رو یاد داد، یعنی به شخص رسول الله توسل نکرد. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت من دعا میکنم، تو هم برو وضو بگیر، نماز بخون و دعا بکن. این فرد در واقع هم دعا کرد و توسل کرد به دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم. این هیچ اشکالی نداره که انسان بره پیش یک انسان ظاهر و صالح و از اون طلب دعا بکنه. اینها انواع توسل جایز هستند در شریعت اسلامی. همون حدیث سیدنا عمر که میاد پیش، از این حدیث گرچه در شبکه‌های شیعه برداشت سوئی هم میشه، میاد پیش عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم و میگه که ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به رسول الله متوسل میشدیم و الان به عموی پیامبرمون متوسل میشیم که خدایا تو بر ما باران بباران. که و جالب اینجا هست که خب همه میدونند که این اتفاق در مدینه منوره اتفاق افتاده و قبر رسول الله صلی الله علیه و آله هم در مسجد النبی هست و در مدینه منوره هست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با این که میدانند قبر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه است، نمیرود توسل بکند به قبر
رسول الله صلی الله علیه و سلم و میگه ما به عباس توسل میکنیم. در زمان رسول الله به ایشان توسل میکردیم، یعنی به دعایشون. اون گونه که مواردی هم هست که یک روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مشغول خطبه بودن، در روز جمعه یک فردی از بیرون اومد و طلب باران کرده، یا رسول الله دعا بکن که به هلاکت الاموال و مالها هلاک شده، اموال ما هلاک شده، گوسفندان ما از در واقع خستگی مردن، تو برای ما دعا بکن. این توسل به دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم و استسقا و طلب باران با دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت عمر رضی الله تعالی میفرماد کنا نستسقی، یعنی در زمان رسول الله صلی الله علیه و به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکنیم و الان که رسول الله وجود ندارند به عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم ما در واقع توسل میکنیم. قم یا عباس، در ادامه روایت اومده ای عباس بلند بشو برای ما دعا بکن، یعنی توسل به دعای حضرت عباس رضی الله تعالی عنه بوده. این توسل ها یعنی توسل های مشروعی هست و جایزی هست. اون کسانی که میان در شبکه‌ها مطرح میکنند که بله وهابیت توسل رو قبول ندارن، چون این چیزی اصلا وجود نداره. تمام مسلمانان اهل سنت و الجماعت و تمام وهابیت، تمام کسانی که حتی به عنوان وهابی مطرح هستند، حتی یک نفرشون هم نگفته که توسل به این گونه که من عرض کردم جایز نیست. بله برای این که توسل به مواردی که به اصطلاح سند شرعی ندارن، در قرآن و حدیث هیچ تأییدی برای اونها نیومده، به ما امر نشده که به این موارد شما توسل بکنید، هیچ یکی از اهل سنت و الجماعت و این توسل ها رو قبول ندارن. هیچ یک از ائمه بزرگوار ما، امام ابو حنیفه، امام مالک، شافعی و امام احمد، چون این توسل بدعی را و شرک آمیزی رو در واقع قبول ندارن. و جالب است این بیننده عزیزمون که گفتم من حنفی هستم، خب یعنی جالب در اینجا هست که مذهب احناف در این زمینه از تمام مذاهب دیگر در واقع پا را فراتر گذاشتند و سختگیری تر کردند، بیشتر سختگیری کردند در این مورد و روایات و آیات به اصطلاح که در این باره هست اینا رو کاملا برای مردم تبیین کردن. توسل مشروع و غیر مشروع رو از همدیگر کاملا جدا کردن و در یک از کتاب‌های فقهی معروف در واقع مذهب احناف که البحر الرائق هست که شرح کنز الدقایق، این کنز الدقایق ابوالبرکات یک از کتاب‌های فقهی معتبری هست در مذهب احناف که در تمام مدارس در واقع پاکستان و بلوچستان و هندوستان این تدریس میشه، جزء کتاب‌های برنامه درسی هست. این در شرح این کتاب اومده که ولا یجوز ان یقول بحق فلان علیه، بحق فلان علیه و کذا بحق انبیائک و اولیائک و رسولک. یعنی صراحتا در این کتاب بیان شده که جایز نیست که انسانی این گونه دعا بکند که خدایا به حق فلانی این کار ما رو انجام بده، این فلان مشکل ما رو حل بکن، یا به حق پیامبرانت، یا به حق اولیایت، یا به حق رسول و فرستادگانت، یا به حق بیت، یا به حق مشعر الحرام. اینها صراحتا در کتب فقهی احناف این وارد شده که این دعاها به این صورت جایز نیست و در ادامه این مطلب کاملا این گفته که لانه لا حق لمخلوق علی الخالق، زیرا هیچ کسی از بر الله متعال حقی رو نداره مگر کدوم بنده از خداوند متعال وام میخواد و طلب داره از الله متعال که بگیم که فلانی بر الله متعال حق داره. اگر یک انسانی پیش الله متعال کرامتی داشته باشه، عزتی داشته باشه، شرافتی داشته باشه، خب شرافتش برای خودش هست. این شرافت و این جایگاه را با عبادتی که انجام داده در واقع به دست آورده. اگر قرار باشد من پیش الله متعال رو نداشته باشم یا ارزش این رو نداشته باشم که خداوند متعال دعای مرا قبول بکند، آیا پیش اولیاء الله من ارزش دارم؟ کسی که پیش الله ارزش ندارد پیش دوستان الله هم ارزش نداره. این دوستان الله، اولیاء الله، پیامبران و تمام اولیاء الله این کرامت را به خاطر این به دست آوردن که رضایشون رو به رضای الله متعال بستن. این گونه نیست که در دنیا یک فردی رو ما رشوه بدهیم که برود در پیش یک حاکمی ولو این که از ما راضی نباشد، از ما بدش بیاد، اما به خاطر روی فلانی بس کار ما رو راه بندازد. در جانب به اصطلاح امور شرعی الله متعال این به اصطلاح توسل ها بیان شده در قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و کسی را که الله متعال از اون راضی نباشد امکان نداره که چنین توسلی هم به اصطلاح در واقع قبول بشه. و همچنین اضافه بر این امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف و امام محمد که سه امام بزرگوار مذهب احناف هستند، امام ابو حنیفه و شاگردانش و حتی 36 نفر از بزرگان و ائمه احناف و من جمله خود
خود شخص امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این یک جمله بسیار زیبایی رو دارند و این جمله این است که لا ينبغي لأحد ان يدعو الله تعالی الا به. مناسب نیست که انسان الله متعال را دعا بکند مگر با نام الله متعال. ما نمیتونیم با توسل به یک چیزهایی که الله متعال و رسول الله اینها رو متوسل به قرار نداده ما اینها رو بیاریم به اینها توسل بکنیم. اگر این بیننده عزیز من واقعا حنفی است، مذهب احناف واقعا این هست و جز سخت‌ترین مذاهب و دقیق‌ترین مذاهب در اینجا هست. و جالب هست که یک از علما یک کتابی رو در زمینه نوشتند که جهود العلماء الحنفیه فی رد البدعه والقبوریه، که یک کتابی هست در 3 جلد این کتاب رو نوشتن، تلاش و زحماتی رو که علمای احناف در رد بدعت ها و خرافات و قبر پرستی در واقع این تلاشایی رو که انجام دادن، کتاب هایی که نوشتن در 3 جلد بزرگ و قطور این کتاب رو در واقع نوشته و این دلالت داره بر این که ائمه احناف در این زمینه هم پیشگام بودن، بدعات و خرافات رو مانند بقیه مذاهب و حتی شاید در حد فراتر از اونها این بدعات و خرافات رو بیان کردن. توسل شرعی جایز هست، هیچ گونه اشکالی نداره، بلکه یک حکم شرعی هست، یک عبادت هست. اما توسلی که بدعت باشه، شرک آمیز باشه، توسلی که در قرآن و حدیث رسول الله اصلی نداشته باشه، این حرام و ناجایز هست و این عقیده تمام اهل سنت و جماعت.